بله این هوای بارونی که ندیدنم بیادم نهانده روزی که من شاگرد دارم و سر کارخانه لنگ بافی و چادر بافی و کار ماکه اونجا شاگرد دارم و مسئولم از یه نفر پشکاره، یه نفر بالاکاره، یه نفر رشمون جفتیه، یه نفر موشیه که، یه نفر کلمیه که، یه نفر کاریتنی سرگرم را حرکت به کار خودشون لنگ و چادر شوی چیزا ما بافت. این روزی که دیگه هوا بارونیه کسی دون کار درست نیتونسته درست بکن که یعنی بتون کار بوافه. همین که دیگه به ما شاگو حالا که امروز که شما ناتونی کار بکنی اینجا کار بوافی هوا بارونیه این گاون بلا نسبت خرا هستن و ایشون بسی باری طرف صحرا بگردونی بچارنونی براشون که این گونگ بی زبانو گیاه منین اینجا ترسیم گوشنی بمرن گناه شوه. پس شما امروز کارتون باید همین گاو و کهرون بسی باری بچارنونی. اون روز دیگه برای ما بهاره وقت و هم دیگه خود رفیقون همه جمع بودیم و هم دیگه روتین چوکو که تمام شاگرد دارن و بالا کارن و پشکارن ایشو دیگه با هم سر جا بودیم و روتین طرف سرپشت گاون و خرو و چیزو با جلو ما کردی و یک 3 تا گاو و 4 تا کهره و 4 تا خره و 5 تا چیه و بالاخره یک گارم نهریتی بودم. ماسی رویتیم طرف صحرا به نام سرپشت و سرسمات. آخه سرسمات در کنار هم سرپشته. رویتیم اونجا هم که گاولا ما چارناندو نشتریم مالا ما خوبون دار توپا ما که گازی توپیا هوا ما که بعضی گازی توپیا هوا ما که بعضی دیگه همونجا کلکا ما که دار کلکا ما که بعضی هم دیگه حرکت بیا کاری حالا بیا که بازی مشغول سرگرمه. خب بعد من انشتونم گوشه زمزم که با خودم من چون علاقه به موسیقیم هسته به کار موسیقیم هسته یک گوشه انشتونم تو زمزم که چوکا انشتونم گازی کردن بیا به چوکا نمگوه چوکا ای خالو شما بیا بیجا که من یک چیز یادم هم اگه چه گوتوانا گوش بکشی این شعر درستن که من شعبان درستن که یادم هونه یا نه اگه چه شعبان بعد من بگم به قربون خدای خوب بگردم صبح بارون نبود بیکار گردم اگر بارون نبوده خب بیکار نبودیم که بیایم با هم دیگه تو صحرا بگردیم. یک کلمه بیادم هنده به قربون خدای خوب بگردم که صبح بارون نبود بیکار گردم. حالا این بیکاری به ما امروز افرین چه روحیه دادن که همه دور هم جمعیم هنیم به صحرا مثل روزی که به صبح حرکت جمعوری بود ترم به صحرای گردش بکنه. امروز بخوام خیلی خوبه و یه هوا بارانی هواش هونه حق باتون خلو کمر خیلی حق باتون خوش نهارو خیلی خوش. خب خدا کن تا 10 روز 15 روز هم بارون بود که خب هم تو بیکار میبریم طرف صحرا دور بزنیم و بگردیم. نگاه که هر چی که اگینی هر دستی اگینی به یک گازی مشغوله آشو دار کلیگا نکردنن آشون هم توپیا هوا نکردنن بعضی هم توپیا دوتا نکردنن که بالاخره ایشو همه سرگرمه. من مگو هونه چه خیلی خوشه خدا بکن راست بیاد 2 روز یه هفته بگن بارون که نتوین کار درست کنه مردی مال پا چرخه نشتن مال مسئول دادن که بغل محمد
درد نکردن موش موگه همه ورکو 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 ای سخت تا پاسی میگه چه خبره این کوله هم خود این جان هم خود چی هستن دیگه اگه شهانه خدا بخوند خدا هم ایلی تو بشنید که یک هفته بارون بود تا خود بتونیم بگردیم هم تو هم بیم هم صحرا بگردیم گازی خوب کنیم دیگه خود خسته مون در بر خب دیگه تا غروب که بوده ماسه اما گاون و کهراون و ایشون تمام جلو ماره اوارم دیگه بخونه عباس مویشون و آردیم تو انبارم یا تا تو لهر تو هم لهر آردیم لهر گیایی و لهر که بسا گیاهو شد داخله آردیم تو لهر درواز مکو بعدم گیاهو سر گفاره بار یک گفاره دیگه بسته تو هم لهر همون گیاه رو گفاره زیر مواد 2 تا 3 تا 4 تا و اول جلو گاون و خرون و کهرا و ماشکست و سلنگ هم جلوی شما نه و دیگه مال آردیم بخونه یعنی کسب کار ما همینه تا روزی که دیگه آفتابی بوده هوا چی حالا دون کار دراز کنیم که خیلی کار محکم مونده دیگه دون کار دراز شد و مهرم دور ما کردم از کارو دیگه انشتیم به ماسول زده پا ما چرخه که انشتیم بیا بلافی که مادی که از طرف کبله دیگه ابرو بلند یکی حالا نشین همت پا ما چرخه نشه ماسول ماده غرق آن هم که پشکاره نشته پشت کار نشته یا تینی ایجوشه دستم ایجویه یا نبافتن حالا هم توی بسات کیتلان این بلاسی شده سروکی مار کارخونه یا تا یه را بلاسی نو که بسا وقتی که دسته به گوارت ها این بسا ای توی به هم دیگه بسا چیه که لیس یا خواست صدو یادا کیتلان ما دیگه که بسا پشت نشتن چرخ مثلا ماسول درست نکه ما دیگه که پشت سرین چرخ ما دیگه غرق دیگه یه تا ماسول در ما درست ما که مانه ها دیگه هو مادر تو دیگه به هو به ما کشو کلا تو یکی مانه ها یعنی هو تو هم ماسول تو هم ریسمونی که واسه دور هم ماسول پیچیده یه هو واسه جون بکشید که این خیس بشه هم ماسولو دیگه جمع وقت تو کلات کارخونه و بعد هو ماکشی هم مانه ها یعنی یکی هستی تو مکوی آنها بعدم ریسمون یه سیلاخ کسا برای نصفه اینجا بعد یک کال ریسمون یا برایش دب هم سیلاخ کذا تو که اگر ریسمون هم بدهنی که هم بدهنی بیان آتی اکالی ندام کاری اکالی بیان چیه پلان ای پا خوزی که ای کار دم بازی که ایطوری دم بازی که تا ای پازیری که ای دم یه بس ای را دم بازی که همینطور بس به این صورت ای پا مثلا چادر رو الان هم کارخونه دست بافی هست اینجا به این صورت اینجا تا اینجا بسا داخل گو داده نشته چیا پلان یعنی کارخانه رو به ردیف هم کردم که هستن هر کارخانه یه صدایی شده صدای مختلف شده هستن مال یکی دیگه زیاد بس صدای زیاد بالا یکی دیگه بس